امیدوارم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و روزی خوش داشته باشین. بنده در این مسئله گویم که مسئله همون فاشیستی یا ناتسیستی که الان از طرف گویم یک دودم شیده ایستاده است و خصوصا چند وقت باز می شود از طرف یکی آقای هندوزاده ما، اکتیور تاجیکستان و گویم اکتیور یعنی صنعتکار موفق تاجیکستان است. در در سینمای تاجیک آقای هندوزاده ما راستی نامش از خاطرم رفت و گویم که همون چهرهش خودش دیگر میگه که آقا از همون طرف است. با نام تاجیک در صحنه تاجیک، در سینمای تاجیک خیلی یک شان شهرتی خود داره. ما چند وقتی آخر مشاهده میکنیم و نمیفهمم اینه برای شهرت پیدا کردن باشه یا توجه مردم به خود جلب کردن باشه، هر چیزی که هست که این آقای هندوزاده ما بسیار یک چیزای همون اغوا انگیزی داره با یک لحن بیچارگی. ما بیچاره ما نمیدونیم آمده ما را نقطی ما تاجیکی گپ نمیزنه. یک نوار بود از خود داخل تاجیکستان، یعنی از داخل پایتخت، از همون یکی از طرفخانه های تاجیکستان بود که در اونجا گویم که روسی با یه حرف زده بودن یا گفتن ازبکی، از بس که جوانای پیش خدمت گویم که تاجیکی نمیدونستن. الان هست تاجیکی که تاجیکی نمیدونه، روسی میدونه. خب این خیلی جوانا هست و ما گفتن نمیتونیم این انسان ها حقی کار ندارن. البته که مثال در کشوری که زبان روسی با زبان دویمی دولتی است، دیگر هیچ انسانی را رد کردن نمیتونه کسی بود روسی حرف زد، از بس که با مطابق قانون این زبان دویمی دولتی است. یعنی در اینجا نیست یک همین آقای هندوزاده ما بسیار یک خود بیچاره گرفته از داخل رستوران طرفخانه اوقات خورده، نان خورده، گویم که یعنی نشان داد که چقدر کورنمک بودگیشه در همونجا آقای هندوزاده ما نشان داده بود. همین آقای هندوزاده ما امروز گویم که همین آقای هندوی ما در سمرقند و بخارا می رود، در درآمدگاه گویم بزرگوار شاه اسماعیل سامانی. از این یک درآمدگاه اوجا که یک مبلغی است در کل دنیا، همون چیزای قدیم دیدن مبلغی، یعنی مبلغ میتی داخل میشه. و باز نیز آقای هندوزاده همون کاری که در طربخانه، یعنی در جای همون گویم که خوراکخانه که همین کاری هندوگیش کرده بود و در اینجا نیز باز همون آقای هندوزاده ما کار هندوگی خود باز همون تکرار کرد، بسیار متاسفانه. و بسیار جوانایی که مثال همین چیزا درک نمیکردن، نمیفهمیدن، باز هم گویم که خشمگین شدن بالای یکدیگر. یعنی این آقای هندوزاده کار کرده ایستاده است، همون بدبینی خدا گویم همون رشک خدا بدبینی میخواد در بین دو ملت یک اغوا باشد. از همین لحاظ این نمیفهمه که این میدونه که آقای هندوزاده این کار ایجاد کنه و اکثر جوانای یاشی گویم که تاجیکستان تاجیک خشمگین میشوه به سر مردم ازبکستان یا ازبک. بیاین ما برای شما عادی‌تر میفهمانم و آقای هندوزاده در همین نوار روان کنین. همین آقای هندوزاده ببینه و من طلب میکنم که هم آقای هندوزاده قطعا یک صحبت داشته باشم در همین مسیر ملی و تاریخی دیگر.
آقای هندوزاده ما بسیار بگیم که شکایت میکرد که دلار داره و سومی ازبکی نداره، وارد چیده نمیتونه. با زبان یک روسی یک متل هست: نیزنا نیزکان نیاسوابجده تیبه. یعنی ندانستن قانون تر از جنایت خلاص نمیکنه. که من نمیدانستم که جنایت بد کردم، تاگی گپ تر از جنایت خلاص نمیکنه. یعنی درک کردی آقای هندوزاده. محترم آقای هندوزاده، در تاجیکستان در آمدن توالت حاجتخانه 2 سومون است. الکی میگن 3 سومون شدگی است. 3 سومون. همون مبلغی که در همون درآمدگاه اسماعیل سامانی بود، همون اگر ترجمه کنی پول ازبکی با همون 3 سومانی میشود. یعنی ارزش همون با پول تاجیکی 3 سومانی میشود. خب وقتی که تو از جوانیت، برای چی تو گفتم شما نگفتم، از بس که تو از اعتبار انسانی و حرمت انسانی بیرون شدی. یک بار اشتباه شدن ممکن بود و ما اشتباه را نوار کردیم، فهمیدیم که تی حق نداری. خب مثال کسی برای من در نمین دولت ها زبانی دویم که انگلیسی است، انگلیسی، اکثر انسان ها هندو و غیره ها میان زبان اینا را خوب نمیدونن، چینایی ها و غیره ها انگلیسی صحبت میکنن. خب تا یاد گرفتن شدن انگلیسی. اونا نیز رستوران دارن. هیچ انسان با اینا نمیگه که تو در اینجا هستی با زبان اینجا گپ زن. با ما با زبان ما گپ نمیزنن، نایت نمیکنن. این را فهمونده بودیم در این مسئله. و قصدن و تکرارن آقای هندوزاده تو همین کارتا با تکرار کردی. تا از جوانیت در گوناگون سفرهای کشور هستی. وقتی که در یک جا برآمدی، اگر دلار داشته باشی، وقتهای آخر 10 یا 20 سفرها داشتی. میدونی که در هر کشور پول خودش خوبتر است. پیش از رفتن البته که در بدنت، یعنی در برت پول میگرفتی، یعنی عوض میکردی. دویم چیزی است، اگر که وقتی که جوانا چشما پوری آب شدن و نگران شدن و در کیسه تو یک کس همه گفته که برادرم همون شافیره $50 همه دادی یا $20 همه دادی، همین را مایده کده بیام. خب از چند سوم است؟ اگر او میگفت که مثال گیریم 2 سوم است، تو 4 سوم میدادی، تو دعوا از اسماعیل سامانی میکنی. او پول برای خوردن کسی دیگر نمیرود. او پول برای نگهبانی پاسبان در اوجا میسته، نوبت میشوه، آباد میکنه و در اوجا میرفتگی میچیندگی انسان هست که از اوجا گویم که برای اون مبلغ بتن. خب اون پولی که مصرف میشوه، همون داخل تعمیری خودش، ان همون پول هایی که از توریست ها برای دیدنی میآیند و جمع میشوه و گویم در همون خودش مصرف میشه. خب آقای هندوزاده این معنای را نداره که تو دعوا از تاجیکیت داری، اسماعیل سامانی را رب و تاجیکیت میتی، بابای خود میدانی. این معنای را نمیته که تو در او جبرای دیگر دل خواه به پول بدروی و غیره کنی. من شهروند تاجیکستان هستم. خب تاریخا اگر در کار شود 100 بار اثباتت میکنم با تمام تاریخ که 700 سال در این سرزمین من قدرت کرده هستم. اما داخل شدن توالت حاجت خانه 3 سومون است، ما مبلغ میتیم میدرویم. ما نمیگیم که ما 700 سال قدرت کرده هستیم. خب اینجا از ماست، ما حق داریم در هر جای این کشور کردنده. همین است. البته که نه، درست درک کردی فکر کنم. ما زمان قزاقستان رفتم، مقبره خان بزرگ ما از قرخانی ها در رانموجا مثل همین طرز مبلغ میدرویم. من نگفتم من قرلوق هستم، این قرلوق است، بابای من است. چرا شما مرا نمیمونین در اینجا مدروم؟ من دلار دارم، یورو دارم. نه، برعکس من وارد شدم
باز بگیم که برای تازه کردن نگاه داشتنی که همون کشور الان یک بزرگی مرا تازه داره نگاه داره و دیدم که یک خانم در همونجا تعمیری و همون تازه کردن اطراف بینا را داشت. با فیرات کردم در دست او خانم مادر. باز بگیم که یک مبلغ ناچیزی در دستش دادم، گفتم سپاس که بزرگان ما را شما اطرافش تازه دارین و امروز حفظ کردین آمدین، بسیار گفتم سپاس از شما. با از او یک بگیم که یک مبلغ ناچیز گفتم یک خوراک است، میتونه که رفته با همراهی عائلتون کودکاتون یک چی خوره خلاص. تو هندوزاده در جایی که روی و تشکری و انسانهایی که در اونجا کار و فعالیت دارن که ارزش درآمدن سامانی با قیمت درآمدن حاجتخانه تاجیکستان برابر است نرخش. و تو اگر که با قیمت درآمدن حاجتخانه تاجیکستان به سامانیت ارزش نداده باشی، تو کی را بها داده ایستادی در اینجا؟ تو با کی میخواهی بها بدی؟ یعنی کی را میخواهی با این اقوا اندازی؟ و از اون طرف چهار تا دیگر الان چی میفهمیدگی جوانی ازبک غضبی میشوه، از این طرف دیگه چهار جوانی بگیم تاجیک غضبی میشوه. خب یعنی عاقبت چی میشوه میان اینا؟ بازم گفتگوها، بازم گپای خوب و ناخوب. من نمیفهم آقای هندیزاده، این همین حکومت تاجیکستان صاحب داره یا نداره؟ و که شما چند تای شما هستن که با شعرهای تحقیر و توهین و در حقی بگیم که ترک دارین، الان حالی هم کو ترا اجازه ورودی اونمو که مرزی ترک داره داده ایستاده شکرانه کرد. مثل رحیم مصف باید ترا کو دیگه ورود اجازه نتن در حدود. خب این دفع من ورودی ترا در اون منطقه من میکنم. چی تر؟ یعنی که از دیپلماسایی که نمین در کنفرانس میشینیم، من از دیپلماسایی که خواهش میکنم که این عاقبت بین ملت ها اغوا میاره، خشمی جوانو را میخیزانند. این هندوزاده این بار اول نیست، بار دویم نیست که نفرت به ترک داشتن، نفرت به زبان ترک داشتن داره. تو باید حقی در اونجا ورود شدن نداشته باشی. من بگم چند مشکلی به ایران گرفتار شدی، یکی اونا نوار کردی، یکی از اونا نوار کردی ماندی با چی مشکلی گرفتار شده بودی؟ نه. الان باز من نمیخوام که مشکلی که بین بگیم که ایران و باز دیگر چیزا تاجیکستان شود، اما من میدانم که تو در ایران چی مشکلی گرفتار شدی. خب اما تمام همون جای باد میبرامدگی و صدا میدرامدگی محکم بود خب کرده بودی، چیزی نوار نکردی. در همون داخل شما بعضی هندوزاده و بعضی گویم که دیگر زاده ها هستند که با نام تاجیک معرفی میکنند. ما از شما اولا بسیار احترامونه خواهش میکردیم، همچون تاجیکستانی میگم، یک فرزند قرلوق، که همین انسان هایی که با همین چیز سر کار دارن از همین یه بار تست ژنتیکی بگیرین کیا هستن اینا. با تاجیک گفتن هر کی تاجیک شده نمیتونه. منم میتونم که دوا از تاجیکیت میکردم، از زبان خود رد میکردم و کلا دوا از تاجیکیت میکردم و کسی شما نمیدونستین که من کی هستم. همه خیلی نیست. میتونستم که هزار اغواها بدن در داخل بگیم بین ملت ها اندازم و مشکلی ها شود. یعنی تاجیک فردا در مشکلی سیاسی با همسایه ها گرفتار شود. یعنی این چیزا من میتونستم، اما من این چیزا نکردم. همین انسان هایی که با نام تاجیک در داخل تاجیکستان
با همین اغوا و با همین چیزها دارن سر کار میکنن. ما از شما یک احترامونه همچون یک فرزند قرلوق، همچون شهروند سرزمین امروزه تاجیکستان که از همینو تست همون ژنتیکی گیریم، یعنی ژنتیکی گیرین نسل همینا را معین کنین کیا هستن اینا. هر کی تاجیک گفت دیگر تاجیک نگوین. خب شاید این خودش یک ترک است، یکی دیگرش است. بسیار 24 ساعت چهرهش به ترک مانند است. 24 ساعت کوشش میکنه اغوا اندازه. سبب چی؟ سبب اغوا اندازه میدونه که قوای تاجیکستان با عالم ترک نمیرسه و مشکلی ها وزمین میشود، آخر شکست میخوره تاجیکستان. اما این دوا از تاجیکیت داره، بین این ملت ها اغوا انداخته ایستاده است. شما یک بار تست جنی همیو رو بگیرین کیا هستن اینو، کیا هستن این تاجیک دوستدارا. یکیش با هندو مانند، یکیش با ترک مانند، یکیش با مغول مانند، یکی دیگهش با نمیفهمم با لولی مانند. باور کنین اینو هیچ یک اینو با چهره تاجیکی مانند نیست. اینقدر اینو دوا از تاجیکیت دارن، اینقدر اینو کوشش میکنن. یکی دیگرش نمیفهمم او کی است، روزی دروز کوزه واجای تاجیکی، پیاله واجای تاجیکی، چینی واجای تاجیکی، تیاق واجای تاجیکی. ای انسان یک بار جینه امرا بگیرین کی است اینقدر ملت شما را اینقدر مسخره کرده ایستاد از با این چیز. این چیزی نیست که تعریف باشه یا تلاش این انسان باشه که برای برگرداندن نمیفهمم یا واژه ها و غیره باشه. زیر کامنت همون را ببینین هزارها تاجیک نوشته ایستاده است. ای بچه بس که، ای بچه بس که، او داره قصدن اینمی روزی دراز نوشته ایستاده است. ای مسلمانو، ای مردمی تاجیک، شما یه بار ببینین کیا هستن اینو. چرا حکومت روزی دراز که دم امام داری سر میکنی، هر نواری که ما باشه گوش میکنی، یا شما خونده نمیتونی صدایی میفهمین فقط. اینقدر بیسواد هستین یه بار عالم فیسبوک و دیگه جا را نمیخونین. او چی است که قوطی واژه تاجیکی، پیولا واژه تاجیکی، چینی واژه تاجیکی، کوزا واژه تاجیکی، تیاق واژه تاجیکی، دنگل واژه تاجیکی، چوب واژه تاجیکی، فلانی واژه تاجیکی. ای بچه زیر کامنت هزارها تاجیک کامنت دارن، نه کمی کارتا. ایوریتی و تاجیکی، ایوریتی و تاجیکی، یعنی باز با همین ایوریتی هم می نویسه در پایانی همون معناشه. برادر عزیزم، اگر که خودت امروز دیگر همین حیثیت و هویت ملیت خود اگر دفاع کرده نتونی، اینها دفاع نکرده ایستادن. امروز اینا دارن برعکس آتش زده ایستادن. همون چیزهایی که هست همون دارن آتش زده بنابوتی برده ایستادن و دارن واژه تاجیکی را زیر مسخره کشیده ایستادن. اینا با نام دفاع. اگر تاجیک اصیل هستی، پس اینا را یک جنک، یک خونشون بگیر، یک بگیرین انالیزشون کی هستن اینا، با کدام هویت ملیت اینا ربط دارن، چرا اینا با تاجیک مانند نیستن. یکی همی هندوزاده اکتیاری ما یه بار جینش بگیرین. یا شما تاجیک نیستین با این مانند نیستین، یا این تاجیک نیست که با شما مانند نیست. اما روزی درست تمام حرکت انسان بازم گویم که مایده اغوا دختن. این به نظر نمیتونه، اما این اغوای بزرگ است. این اغوای مایده نیست. ما را در اسماعیل سامانی در آمدنی بابای ما در آمدنی نمود. تا با چی دوا داری که بابای تست، با چی اثبات میکنی را بابات بدکشه؟ خب تاجیک میگوی تا داری جنه که تو تاجیک هستی اثبات کرده میتونی، یا تنها اون زبانی که استفاده میبری با این همون دوا داری که نمی زبان قطعی من صحبت دارم دیگه زبان نمیدونم من تاجیک هستم، با چی میتونی تو اثبات کنی که تاجیک بودن؟ خب قربانی شما شم. این آقای هندوزاده ما بسیار یک خطر بزرگ داره، یعنی خطر خورد نیست، بسیار یک خطر بزرگ است. من این نوا را به خاطر آن نکردم که
گویم دفاع از ترکیت کنم یا دفاع از دیگر چی کنم. یعنی به خاطر این نوار من این است که یک کلمه تاجیکی است، میگه جرپر میگوین کو. این نوار من خاطر اون است که این انسان داره نسلی که نه آنقدر گویم که این چیز درک میکنه میفهمه، با همون تاریخ داملاجان و رحیم مصرف که مردم گویم که بسیار یک مغز سر اینا را کلان عوض کردگی هستند، این ملت جرپری کرده ایستادن، این ملت با همون جر تله کرده ایستادن. این ملت نمیفهمه، ولی میخیزه چند جوانی گویم که خورد یاش نمیفهمه، تنها نمون نوارایی گویم که نمو داملاجین فت ما خدا نمیفهمه چکون کجا وانا چقدر یک رمود گپ میزنه که ما اونمو رو هم دعوت میکنیم بیا یک بار از تاریخ صحبت کنیم. باز هم نمیفهم صدم بار از مطرح دعوت دارم، بیا ما با تو همون گفتگی سخنهای تر بالاش صحبت کنیم از تاریخ. ما تا عالم این ملت هستیم، ما نمیتونیم یک جوانی گوییم که بیچاره نه اونقدر معلوم از تاریخ تمدن داره اونمو تر گوش کرده تاریخ یاد گرفتگی است با او صحبت داشته باشیم، از بس که اون جوان درست نمیفهمه، اون جوان درک کرده نمیتونه. تو نغز گنده عالم این ملت هستی. بیا در بالای سخنهای گفتگی صحبت کنیم. امروز دوره ما میبینیم بعضی جوانها میگن که از عالمان تاجیک میگریزن صحبت کردن. درست درک میکنی؟ امروز میگن که از عالمان تاجیک میگریزن، ما نمیگریزیم. بیا من صحبت میکنم داملو جان، بیا همراه در تمام کلمه گفتگیت که چی خیل تو را کچ کردگی هستی، چی خیل دروغ گفتگی هستی، بیا در بالاش صحبت کنیم، اثبات که بته سخنوتا در مردم خودت. من با تاریخ ترا اثبات میکنم که کجا چی بته، چرا را کچ کردی، دروغ گفتی. بیا ما اثبات کنم بتم که کلان تو دروغ میگوی، کلان جهل میسازی. بیا ما اثبات میکنم میتم، بیا صحبت داشته باشیم. ما نمیتونیم اینه بیچاره خطی صحبت کنیم، این جوانا نمیفهمن این چیزا. این جوانا تاریخ نتسنالی خواندگی هستن، اونم چیزی که شما میگین شنویدگی هستن بیچاره. یعنی از پروفسیونالی که تو خواندگی هستی و کل اونم را کچ کردگی هستی، این بیچاره مردم خبر نداره، نمیفهمه اون چیزا. و تی مغز مردم را کج میکنی، اونها آقای هندوی دیگر باشه این مردم را جرپری میکنه، یعنی تله میکنه در همون جر. بپر گفته ما نداشتیم، ما دلار داریم، ما پولیجا نداریم، سومانی داریم، دلار داریم. برادر عزیزم، ندانستن قانون تر از جنایت آزاد نمیکنه. خب این اولین چیزی است. و دومین چیزی که است برادر عزیزم، وقتی رفتی دلار داری هیچ مشکل نداره، میتونی که اون همونجا می اومدگی یک توریست دیگر را بگوی که داری ازبکی ما $10 به تو مرا مایده کرده ته. یا مشکل هست که یک همون تاکسیران هست، یک کسی دیگر هست همراهتون، البته ماشین قطعی رفتین، پیاده نرفتین اونجا، میگفتین که ما برادر را ما میشنیم اینجا پیاله چای خورده که در اینجا رفته مایده کرده بیا همین ما آمدیم که داخل شویم یک کف دعا کنیم در حق بزرگمان. خب یا دیگر تا از تاجیکستان اومدی باید تمام تو تاجیکی اینجا تاجیکی تو باید به پول وارد شوی در اونجا. تعمیر او را کی پول میته؟ ازبکستان تا خلق ازبکستان پول بده از کیسش. او را پاسبانش کی معاش میته؟ ازبکستان از کیسش بده. توکای شما تیار خری را آموخته شدگین، توکای بیناموسی را وقتتان پیشه کرده این، فکر نمیکنین که همین بینو تعمیر داره، نگاه داره، روچین داره، گویم در اینجا پاسبان میشینه، یعنی همه همید معاش در کار است، همه همید یک لقمه نان در کار است. جنابی هندو، حاجت خانه در تاجیکستان پولکی است.
چرا یه بار نوار نمیکنی که من تاجیک هستم، حق دارم در اینجا که اینجا تاجیکستان است، حق دارم به پول حاجت خانه دارم؟ چرا از این دعوا نمیکنی؟ چرا این را نوار نمیکنی که من تاجیک هستم، حاجت خانه باید به پول باشه برای من، اینجا تاجیکستان است؟ چرا از این دعوا نمیکنی؟ چرا از این نوار نمیکنی؟ و با عقلا میدونی که همون انسانی که در حاجت خانه روبچین میکنه، تازه میکنه، بگیم برای کاغذ میمونه، تشناب میمونه، آب میمونه، نگاه بین میکنه، همون انسان عقلا میدونی که از همونجا باید یک درآمد کنه که باز همون دو سه نفر که در همونجا کار کرده ایستادن همونا درآمد کنن، لقمه نان پیدا کنن از اونجا. این عقلا میدونی. خب و خاموش میره، میگوی که بله برای هم تازه است، مثال همون چیزای تشناب داره، آب داره، همش تازه است، خوب است، نگاه بینش خوب است. خب می درای حاجت خونه طهارت میکنی، همش هم میکنی، میبروی هم 2 سومون 3 سومون میتی میبروی میره، یعنی هم 2 سنت 3 سنت میشود با پولای خارجی اگر به نظر گیریم. اما چیز که هندو زاده تو میره در اونجا اون نواری را میکنی برای مردم، به کدام مقصد تو عقلت همیده نگرفته باشه، من نمیفهمم تو هندو زاده کی هستی، چی هستی و چی میخواهی اصلا از این ملت، چی میخواهی بین این ملت ها؟ ما اومده ما تاجیکیم، با چی اثبات میکنی تاجیکی؟ من میگم تو هندو هستی، هیچ مانندی به تاجیک نداری، یا عربی یا هندو، مرحمت اثبات که کدامیش هستی؟ مردمی عزیز داده نشین در خیلی انسان ها. آینده من میفهمم که الان تاجیکستان یا مردم تاجیکستان الانم بعدم خیلی بعدم این او قدرت نداره که مثال یک کمبودی شوه یا جنگ جنجال شوه، مثال گیریم بین مردم تمام سرحدهای برادری عزیزم، گندمت نانت تمامش از قزاقستان میاد، تمام اینم خوراک و مال و حال دیگری که داری از ازبکستان میاد. خب همین چیزی که همون مادرت، پدرت، فرزندت، زنت استعمال کرده ایستاده است، همون چیزایی که همون همش از اطرافت میآید. و اگر این مشکلی پیدا شود رنگی کریم فوزی به بنده پرتاید، همون نانی که کارتوشکایی که همون اوقاتی که همون چیزی که تو خورده ایستادی الان تو را 10 سامان خریده ایستاده باشی، فردا اگر یک مشکلی شود سرحد محکم شود تو در 100 سامان میخری اون. یعنی زور بالای تو میآید، با بالای نمی بیچاره مهاجر میاد، با بالای نمی غریب میاد که نمی کار میکنن، تمام کاری کردگیش باز میگم در فلان پول او را خریداری میکنه تا که استعمال کنه. هیچگاه از میوه دوستی شیرینتر میوه نمیشه. اگر که خواهید و این هندو زاده ها را خودی شما در زیر کامنتش پیش رهش بگیرید. اگر که ما گوییم یک ترکی دیگر گویه میگین که این ترکو را ببینید. خب الان گوییم 10 جای های تاجیکستانی هست پولکی است، مثل همون جای تاریخی. خب من 100% تاریخ خطی اثبات میکنم که هیچ ربطی به تاجیک نداره، مال قرلوق است یا مال ترک است در اصل گیریم. مثل ترک میتونه ترکا بیان به پول هجوم کنن در اونجا؟ نه برادرم، هموطنم، همین نمود انسان هایی که شما را به گمراهی میبره، به اغوا میبره، کوشش کنیم پیش رهش بگیریم، و اگر نه مشکلی در خود ما و شما میشه. اون سرحد محکم شود در نام منطقه‌ای که ما نمون روغنی که در 10 سومون 15 سومون الان داریم خریداری میکنیم، 1 لیتر شه 100 سومون خریداری میکنیم، 100 سومون خریداری میکنیم. اگر همین چیز در کارتون باشه، پس این همین یک 4 نفری که در عالم مجازی هستند، یکی آقای هندوزاده، یکی دیگر در یک گودک دیگر است در تاجیکستان، او دیگر شهرت پیدا کرده است، یا تا دیگر یا تا دیگرش در همین اروپا است، تاقی سعودی را در سرش میمونه، تاقی میگه تاجیکی است. او تاقی زمانی که تاقی پیدا شده بود تاجیک گفتنی نام پیدا نبود. یک چیز درک برادرم، یک کمی حفصله
همین انسان هایی که کنده فهم هستند شما همین رو تربیه کنید. خب خوب میشه و یکی داملا جانف است. و دویمین چیزی که همین شعرهایی که نمیفهمم چشم تنگی چنگیز و لنگ پای تیمور، والله میگم که شما به همه قرآن و سنتتون قسم میخورم، شما اینمی 24 ساعت سر از سجده نبردارین که اینمی ترک مردمی خوب است، هیچ تو نمیگن. اگر با 20 میلیون ما قدرت داشته باشم اینمی میوردم زبانش بریده در دستش میدادم با این گپش. ای انسان، شما نه تنها انسانای عادی را بلکه تاریخ ترک دارین تحقیر میکنین. میفهمی نمیره؟ بزرگان تاریخ ترک تحقیر میکنین. الان کسی یگان ترک در حق سامانی، در حق ساسانی که شما دعوا داره، در حق دیگر بزرگان هیچ یک شعر تحقیر ننوشته است، هیچ یک سخنی بد نمیدونم پشمینی یا و غیره ها نگفته است. خلاص حرکت میکنن با احترام نامی گذشته را بگیرن. اما شما چی نسل هستین این شما نمیفهمم. شما عقل دارین یا ندارین، یا این نمیفهمم این نسلاتون چه تربیه میکنین. برادر عزیزم، شما جملاتتون کمتر اما سخناتون نمیفهمم. اینمی تیک تاک ما میدونم بعضن وقتا نگاه میکنم، همین عالم تیک تاک تاجیک هر کسی که میوید اینا ما چش فلان کنم اوناش فلان کنم فلان کنم فلان کنم فلان کنم. شما جملات ندارین، کلمات ندارین در گفتگو کردن. نمیفهمم این چی از خودش. قربانی شما پیش راشه بگیرید، فردا جوابگویی داره. شاید اینه بزرگان ما هست که اینا شاید درک میکنن خاموش هستند، اما ما و یا نسل ما در این شرایط تحقیر، در این مسئله ها خاموش نیستیم و خواهیم جواب داد. خواهیم برای تحقیر توهین خواهیم جواب داد. آقای هندوزاده بس که این هندوگیتا، بس که این قواتا، بازم تکرارن میگم و اگر تاجیکستان صاحب داشته باشه این هندوزاده را یک بار ژنتیکی کنه و دافی دیگر از این باید پرسان کنه برای سخنش. چرا تی کارا میکنی در حالتی که ما حاجت خانه من پولکی است؟ تو تاجیک هستی، حق داری در حاجت خانه به پول بدرای. تاجیکیتی تو برای تو یگان حجتی است که تو تاجیک هستی. من فرض کردیم این چی حجت است که تو تاجیک هستی؟ هر جایی که تاجیک باشه تو حق داره در زمین خود در داخل درآمدنی توالت اگر که حاجت خانه سه سامان نتی درآمدن نمیتونی. میفهمی میره آقای هندوزاده؟ اگر که یگان سخن بلندتر گفته باشم من از شما بسیار منظرت میخوام از این دنیا تا به قیامت. اما اون تحقیرایی که شما داره واقعی باعث قبول نیست. اگر هر چیزی که از ما گذشته باشه در گفتنی الان سخن ما یگان چیزی اشتباه باشه ما منظرت میخوایم در اشتباهی خود، اما پیش رهی نه هندوزاده را بگیریم. نمیفهم یا هندوزاده است یا عرب زاده، پیش رهش بگیریم و هیچ ربطی به تاجیک نداره. و یکی دیگرش است باور که هیچ ربطی نداره، یا نمیفهم او یا ترک است یا نسل قرلوق است یا نسل نمیفهم کدام ترک دیگر است. اونم را میبرد دینه کنیم. خب اون معلوم است، از اون چهرهش معلوم است. این دبر مامونش حسن حسین میشه مردم. یک کسومه که یلالا که پشونده این دیگه نمی او سیتوره شید از او خیال میکنه که نمو 4 تا از او طرف عمو و از دیگر طرف نمیدونم این همو کامنت میکنن و نمیفهم تو زورستی و رئیس هستی دیگر شهرت پیدا کردن. رنگ امام علی رحمه وری دیگه او ما پیشوای ما را تمام عالم فورس قبول داره، دیگر ما ستاره عالم فورس هستیم. برادرم عاقبتت وای میشه. این چیزا به نظر بگیر بریم نمورم جه نکنین. یکی دیگه شینه در این که جوشت است اینم جه نکنین. یا بار بفهمین کیا هستن اینا، کیا هستن که امروز اینقدر مشکلی داخته ایستادن در بین این ملت ها. قربانی چشمای شما هر یکتون اگر از ما گذشته باشه معذرت میخوایم. اگر یکون سخن قبه به ناگاه از دهن ما بیرون آمده باشه عذر میخوایم.
боқӣ саломат сарбаланд бошед. яъне сухани ман барои паст задани кадом қавмият, ақалият, миллият нест. сухани ман он буд ки ҳамин масъалае кишида истодааст, оқибат яъне мушкилӣ пайдо мешавад ва бигем ин мушкилӣ хеле як мушкилии баъдан таъсир ба наслҳои оянда, байни наслҳои оянда. имрӯз ки мо ӯ ҳастем, зиндагӣ мекунем, шояд мо ӯ якдигарро бифаҳмем, шояд мо якдигарро дарк кунем, бибахшем, аммо наслҳои мо шояд ин чизҳоро баъдан аз ин олами маҷозӣ ки мисли китоб аз олами маҷозӣ сабт мешавад, мебинанд, онҳо намебахшанд ин чиза. хоб он чизе ки мисол алон бузургони мо доранд мебахшанд, агар ин қудрат дар дасти ман боша, ман ин чиза намебахшам. ман ин чиза дар ду дунё намебахшам. ҳамина ба назар бигирен ва қурбони чашмои шумо шам. яъне алон ҳар чизе ки ҳаст, мегӯ худоам бигӯ, яке аммоам бутара сахт биқаб. бутара сахт биқаб. худо гуфтан хуб аст, аммо бутарам сахт қабидан наркун. падруд то ба дурудҳои дигар, саломат, сарбаланд, хонобод бошед. оғои Ҳиндузодар агар ягон ки рақамоша дошта бошад, ватсапша ягон чиша, ман ҳамун Ҳиндузода қатъияк суҳбат кунам. ва дигаре ки Домулоҷонов аст, алон дигар Раҳим Масов ки мурд грех рафт, Домулоҷонов аст, марҳамат куна гӯем метавона бо мо рақамош боша, ман як ҳамроҳш суҳбат даъват кунам, торихи ҳамроҳш суҳбат кунам. дуюм ва як чизи дигара дар охир мегӯм, дар охир амира хуб зикр кунед, хуб гӯш кунед. Тоҷмаҳал ва ними Ҳиндустон, мо солҳои тӯлонӣ туркҳо дар онҷо ҳукумат кардем ва алон нишонаи бузурге ки Тоҷмаҳал ки мо сохтем, қасрҳо, мардуми турк, алон мо даво надорем дар ӯ сарзаминҳо аз мост. мехел нест? мо намегем Тоҷмаҳал аз мост. мо ҳукумат кардем мегем, мо мегем ки дар Ҳиндустон мо ҳукумат кардем. мефаҳмӣ? мо сохтем. мо тамаддун бурдем, аз онҳо тамаддун омӯхтем. мо фарҳанг бурдем, аз онҳо фарҳанги онҳоро низ омӯхтем. хоб ҳамира ба назар бигиред. алон мо намегӯем Ҳиндистон замини мост, Покистон аз мост, уҷо аз мост, аз мост, аз мост. бародар, замоне мо ҳукумат кардем. хоб дар ҷое мондем аз мост. яъне имрӯза Тоҷикистоне ки мондем, имрӯза Афғонистоне ки мондем, имрӯза Ӯзбекистоне ки мондем, имрӯза Қазоқистоне ки мондем, Қирғизистоне ки мондем, ҳар ҷо мондем аз мост. аммо ҷое ки мо ҳукумат кардем, заминҳоро ҳукумат кардем. яъне ира мо ба гардан мегирем. ин дигар нест ки бачата 2 рӯз 3 рӯз аммо Исмоили Сомонӣ аммо ҳамагӣ бигем 90 сол 90 чанд сол ҳукумат кардаги аст. ҳамун ҷойҳоеро 20 сол 30 сол гирифтаги аст, ҷанг карда, баъд ӯ богаштан аз дасташ кашидан гирифтан. яъне дар оҷа баъзи ҷоҳода Сомонӣ қадамаш расидаги нест, ҳам сарбозаш рафта гирифт, баъди 5 сол 10 сол боз задан гардондан гирифтан заминҳоро. дигар торих сабт шидаги аст ки инами территорияҳо, инами заминҳо, инами минтақаҳо Сомонӣ дин намешавад дигар. ай мо биде, ай мо биде, ай мо бародарам, бас кун. ҳамин хуб мешавад. оянда фоидат дорад. ман намиқаша ҳамчо бародар, ҳамчо фарзанди ҳамин сарзамине ки имрӯз номаш Тоҷикистон аст, мегӯм бародари азизам, бас ки оянда фоидат дорад ва агар на дар зиёнат кор мекунад. хонатон обод.